خیلی از شما فکر میکنین که اگر قرار باشه یه زبانی رو تمرین کنین باید ساعتها در روز براش وقت بذارین حتما. در صورتی که میتونم بگم درست نیست. یعنی خود من اگه قرار بود دوباره از اول شروع کنم زبان یاد گرفتن و قطعا این کارا رو میکردم. در واقع چیزی که میخوام بهتون بگم اینه که اگر قرار باشه یه زبانی رو یاد بگیرین لازم نیست که کلاسای فشرده برین، ساعتهای طولانی حتما بتونین برای زبان وقت بذارین. اگر که میخواین در طولانی مدت یاد بگیرین، اگر آزمون خاصی دارین قراره تا 2 ماه 3 ماه آینده یه پیشرفت چشمگیری داشته باشین، خب اون قضیهش فرق داره. مثل حالت کنکور که درساتون رو میخونین اون کاملا فرق داره. ولی اگر قرار باشه یه زبانی رو یاد بگیرین به عنوان یه اسکیل ازش استفاده کنین، شما باید عادتهای کوچیکتون رو تقویت کنین در طول زمان. امروز قراره 5 تا عادت به عادتهای زبانیتون اضافه بشه بعد از این ویدیو، برای اینکه زبان خوندن براتون راحت تر بشه و پیشرفتتون رو توی طولانی مدت ببینین حتما. خب من طبق تجربیاتی که دارم اینا رو دسته‌بندی کردم، هم تجربیات خودم هم تجربیات زبان آموزای خودم که تو کلاس میان، تو سنای مختلفم برای هدفهای مختلفی میان کلاس زبان شرکت میکنن. یه سری قراره مهاجرت کنن، یه سری قراره توی کار از زبان استفاده کنن، یه سری نه صرفا علاقه خودشونه میخوان که یاد بگیرن. خب متفاوته برای هر کسی، ولی عادتهایی که به همه کمک میکنه. اولین عادت اینه که روزی 1 دقیقه ژورنال کنین. ژورنال کردن یعنی چی؟ یعنی اتفاقاتی که در طول روز افتاده رو بشینین بنویسین. حالا ما نمیخوایم کامل یه صفحه کامل بشینیم ژورنال کنیم بر خودمون. ما در حد چند تا جمله هم کارمون رو راه میندازیم. فقط برای اینکه درگیر باشین با زبان و اینکه این عادت رو اضافه کنین که چیز جدید یاد بگیرین. یعنی وقتی دارین مینویسین خب قطعا یه سری چیزها رو بلدین از قبل، یه سری چیزها هم خب جدید به ذهنتون میرسه. خب من فلان چیزو نمیدونم چجوری به انگلیسی بنویسم، فلان چیز چی میشه اصلا. میرین دنبالش میگردین، اون چیزو اضافه میکنین توی اون متنی که دارین. این خودش باعث میشه که هم یه یادآوری بشه از چیز قبلی که خوندین، هم که چیز جدید یاد میگیرین. عادت دوم اینه که یه اسپیکینگ لوپ برای خودتون درست کنین. حالا این یعنی چی؟ یعنی اینکه یا یه کسی رو داشته باشین که باهاش انگلیسی کار کنین، صحبت کنین در طول روز، یه پارتنری پیدا کنین برای خودتون. و واقعا این روزا دیگه از چت جی پی تی و هزار مدل ای آی میشه استفاده کرد به عنوان یه پارتنر اسپیکینگ زبان که ازش استفاده کنین. یا اینکه میتونین یه معلم داشته باشین که بهتون کمک کنه در هفته 1 ساعت 2 ساعت کلاس مکالمه داشته باشین و به اسپیکینگتون کمک کنین. چرا اینو میگم؟ یه آدمی باشه یا ای آی باشه یا یکی که سطح زبانش از شما بهتره و به شما فیدبک بده حتما. من تو کلاسای هفتگی خودم این موضوع رو با بچه‌ها کار میکنم. یعنی ما کلاسای مکالمه جدا داریم، 1 ساعت در هفته یا 2 ساعت در هفته، راجع به موضوعات مختلف با هم موضوع رو فیکس میکنیم و صحبت میکنیم و بچه‌ها فیدبک میگیرن. شما یا میتونین این کلاس ها رو شرکت کنین، تو آیدی تلگرام میتونین پیام بدین یا اینستا. اگرم که نه میتونین از ای آی کمک بگیرین یا یه پارتنر اسپیکینگی که سطحش از شما بهتر باشه، ولی حتما چند دقیقه در روز رو باهاش مکالمه داشته باشین. عادت سوم این که فقط اینپوت نداشته باشین. خیلی از شماها، خیلی از بچه‌ها که میان کلاس میگن که آره ما در روز فلان ساعت پادکست گوش میدیم، فلان ساعت فیلم میبینیم، من خیلی اون فلان چیزو دوست دارم، حتما میشینم میبینم میشنوم، فلان کتابو کامل خوندم، فلان کتاب گرامر رو کامل نشستم انجام دادم تمریناشو، ولی خب مثلا هنوزم نمیتونم صحبت کنم یا از اسپیکینگم راضی نیستم. چرا این اتفاق میفته؟ به خاطر اینکه اینا همش اینپوته، آوتپوتی نداشتین شما. یعنی در واقع هر چیزی که میگیرین و در طول روز باید بیاد آوتپوت باشه، بیاد بیرون که ببینیم چندی مثلا. یه نکته دیگه هم که هست اینه که بچه‌ها گوش میدن مثلا به پادکست، ولی مثلا میگه وقتی دارم آشپزی میکنم گوش میدم، یا مثلا دارم میرم سر کار یه چیزی گذاشتم دارم گوش میدم. خب گوش میدم دیگه یه متن طولانی و مثلا یا یه پادکست چند دقیقه یا من گوش میدم. بچه‌ها اینپوتی که میگیرین باید اکتیو باشه. یعنی صرفا فقط یه چیزی گوش بدم مثل آهنگ لذت ببرم یا یه فیلم ببینم لذت ببرم، این نیست.
یه چیزی باید همراهتون باشه، نوت بگیرین، قشنگ بنویسین چیزای جدیدی که یاد گرفتین و قشنگ اکتیو گوش بدین بهش. من دارم گوش میدم که یاد بگیرم، این میشه اکتیو گوش دادن یا اکتیو یاد گرفتن. یه اون موقعی که شما صرفا فقط گوش میدین که تموم کرده باشین اون چیز رو، اونا پسیوه، هیچ چیزی به شما اضافه نمیکنه تقریبا میتونم بگم. ولی اگر که با هدف این که بخواین یاد بگیرین گوش بدین به یه چیز، قطعا فرق میکنه. باید نوت بگیرین حتما. یه عادت کوچیک دیگه ای که میشه که به عادتاتون اضافه بشه اینه که شادوینگ کنین. شادوینگ واقعا جزو چیزاییه که خیلی ترند شد، ولی واقعا هم ترند خوبیه، خیلی به بچه‌ها کمک میکنه، مخصوصا اونایی که خیلی پیکیان و سختگیرن روی سپیکینگ خودشون، روی پرونانسییشن خودشون در واقع. خیلی از بچه ها میان کلاس و میگن که مثلا ما پرونانسییشنمون رو دوست نداریم، خوب اکسنتمون یعنی خوب نیست، دوست نداریم فلان و اینا. خب بعد من نگاه میکنم میبینم اوکی هم به عنوان یک ایرانی، به عنوان یک فرد 20 ساله 30 ساله ایرانی که خیلی تعامل خاصی هم با کشورهای خارجی نداشته، خیلی با آدمای خارجی سر و کله نزده، واقعا خوب صحبت میکنن. یعنی ایرانی‌ها میتونم بگم لهجهشون به نسبت خیلی از کشورها بهتره و خیلی رو خودشون سختگیرن. اما با این حال بعضیا واقعا دوست ندارن، اعتماد به نفسشون میریزه وقتی میخوان که صحبت کنن. من شادوینگ رو واقعا پیشنهاد میکنم بهتون که در طول روز انجامش بدین. 2 دقیقه فقط، اصلا لازم نیست حتما 1 ساعت بشین یه ویدیوی نیم ساعته برای خودتون انتخاب کنین، بشه اجبار کنین خودتون رو که اینو ببینم اینو بشنوم بعد ببینم چی میشه و اینا. 2 دقیقه تمرین شادوینگ رو انجام بدین. حتما ویدیوی این رو هم براتون میذارم که چجوری شادوینگ رو انجام بدین. ولی یه ویدیوی 2 دقیقه‌ای انتخاب کنین، نه از سطحتون خیلی بالاتر باشه که اصلا نفهمین، نه از سطحتون پایینتر باشه که حوصلتون رو سر ببره. باید یه چیزی مناسب با سطح خودتون باشه. و حتما این اینتونیشنی که دارن رو رعایت کنین. یاد بگیرین که سوالی رو چجوری بپرسین، واقعا تعجب چجوریه توی جمله. بعضی همون چیزایی که تو فارسی بلدن و یه اشتباهی که بچه‌ها دارن، همون چیزی که تو فارسی بلدن و همون اینتونیشن رو توی انگلیسی میارن، در صورتی که من که خیلی حساسم توی کلاسم نسبت به این چیز، یعنی بشنوم حتما باید تصحیح بشه. ولی شما اگر که کلاس نمیرین یا حالا خودتون کار میکنین، حتما به این قضیه توجه کنید. توی شادوینگتون حتما اینو اجرا کنید که سوالی واقعا بپرسم، تعجب داره با تعجب بگم، جمله عادی رو چجوری میگن، به همه اینا توجه کنین لطفا. و آخرین چیزی که باید بلد باشین اینه که اشتباهاتتون رو حتما باید یادداشت کنین، بنویسین یه جایی. واقعا انسان از اشتباهاتشه که درس میگیره. یک دفترچه‌ای داشته باشین برای خودتون، حالا اینکه نه، ولی یه دفترچه‌ای داشته باشین برای خودتون. حتما اشکالاتون رو توی اون بنویسین. هر چیزی که یاد گرفتین جدیده واسهتون، یه سطر چیزایی که جدیده واسهتون یاد گرفتین، 1 سطر اشتباهاتتون، و هر از چنگای اینا رو باید مرور کنین تا تو ذهنتون بمونه. یعنی جزو عادتاتون باید باشه. این 5 تا عادت قرار شد که 5 تا عادت کوچیک، قرار نیست که طولانی انجامش بدین، 1 ساعت بشین واسهش وقت بذارین، نه اصلا اینجوری نیست. هر کدوم از اینا 2 دقیقه 3 دقیقه، حالا به غیر از اون پارتنر زبان که میتونه کم طولانی تر باشه، اینا رو در طول روز اضافه کنین به عادتاتون. من الان خودم دارم یه زبان جدیدی یاد میگیرم و دارم سعی میکنم که اینا رو اپلای کنم توی یادگیری. حتما اون تجربه رو هم با شما شیر میکنم. این عادت‌ها رو، عادت‌های کوچیک رو، به جای اینکه خودتون رو اذیت کنین، چندین ساعت وقت بذارین و خودتون رو سرزنش کنین که چرا من نمیتونم اینجوری کنم اونجوری کنم، چرا نمیتونم 100 ساعت درس بخونم، این کوچیکا رو اضافه کنین. در طولانی مدت بعد از 1 ماه 2 ماه 3 ماه میبینین که چقدر تغییر کردین، چقدر کلمه جدید یاد گرفتین، چقدر سطحتون واقعا تغییر کرده. واقعا متوجه همه اینا میشین، میتونم گارانتی کنم این قضیه رو. اگر که این ویدیو مناسبتون بود، دوست داشتین، لایکش کنین، برام کامنت بذارین و اینکه میتونین بهم ایده بدین که برای ویدیوهای بعدی از چه موضوعاتی استفاده کنم، به چه سوالهایی جواب بدم، چه چیزایی دوست دارین بیشتر بدونین، چه مشکلایی دارین که دوست دارین برطرف بشه توی زبان خوندن.
من خودم طبق سلیقه خودم این ویدیو رو اد کردم توی پلیلیست ها. خواستم علاوه بر دوره هایی که حالا آموزشیه یه سری دوره های این شکلی هم باشه، یعنی یه سری ویدیوهای این شکلی هم باشه که یاد بگیرین. مثلا تو ویدیوهای بعدی راجع به اینکه چجوری گرامر رو بخونیم، چجوری وکب یاد بگیریم، راجع به همه اینا قرار صحبت کنیم. به نظرم خیلی مفیده که در کنار حالا یادگیری، روش‌های یادگیری رو هم شما بلد باشین که راحت تر به نتیجه برسین. همین. امیدوارم که دوست داشته باشین ویدیو رو.